الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. در درس 14 رسیدیم. شاگردای عزیز، دوستان محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس 14 در قسمت اولش اسم دو نام الله سبحانه و تعالی هست که یکیش الخالق است و دیگیش الخلاق. الخالق اسم فاعل است که از کلمه و خلاق صیغه مبالغه هست. این دو اسم از کلمه خلقه گرفته شده و خلق یا خلقه در زبان عربی اول به معنای یک چیز را از نو پیدا کردن که مثال قبلی نداشته باشه، یا به معنای انشاء، به معنای انشاء همه، به معنای خلق، به معنای چیز خلق، به معنای مخلوق مردم هم اینا را خلق میگن. وقتی میگه هذا خلق الله یعنی مخلوقات الله، و خلق به معنای تقدیر و اندازه هم آمده هست در لغت و به معانی مختلفی که چی است کلمه خلقه آمده است. خب وقتی میم در نام الخالق و الخلاق بحث میکنیم، الخالق طبعا این اسم از اسماء الله الحسنا هست و صفت از صفات الله سبحانه و تعالی می باشند، خالق و الخلاق. اینا رو چی معنا میتن؟ الذی یخلق الاشیاء من العدم. اول الله سبحانه و تعالی خالق است به خاطر که مخلوقات از عدم خلق کرد. دوم والذی یقدر الاشیاء علی مقتضى حکمته، ذاتی که اشیاء را تقدیر میکنه به مقتضای حکمتش. سوم والذی یستحق العباده. الخالق و الخلاق ذاتی است که مستحق عبادت است. و هو الذی تنسب الى صنعته المخلوقات جميعا. چهارمیش شد الذی یخلق الاشیاء من العدم، مخلوقات از عدم پیدا میکنن، مخلوقات تقدیر میکنن به مقتضای حکمت خود، ذاتی که مستحق عبادت است، به صنعت از او تمام مخلوقات نسبت داده میشود. و خلاق این مبالغه هست، یعنی ذاتی که خلق میکنه بعد از خلق کردن و از نگاه کمیت و کیفیت با اشکال مختلف، با تعدادهای مختلف الله سبحانه و تعالی خلق میکنه. خب این که الله سبحانه و تعالی اسم از اسماء الله الحسنا هست. این در سوره حشر آیت 24 هو الله الخالق البارئ المصور ذکر شده. الله خالق هست، باری هست، المصور هست. و اسم خالق الله سبحانه و تعالی اول گفتیم که دلالت میکنه به اون ذاتی که خلق کرده مخلوقات از عدم و جدید. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم شان میفرمایند که الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ایام. الله سبحانه و تعالی ذاتی هست که آسمان ها و زمین و ما بین از اینا آنچه که از مخلوقات است ایره در 6 روز خلق کردن. در سوره فرقان آیت 52. امی قسم مثلا یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ای مردم عبادت کنین او ذاتی را که شما را خلق کرد، والذین من قبلکم یعنی شما انسان ها را خلق کرد و قبل از شما کسای دیگه که بودن. ما مثلا ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، میگه عیسی علیه السلام که است مثالش مثل کی است؟ مثل آدم علیه السلام. خلقه من تراب، آدم علیه السلام از چی خلق کرد؟ از خاک. ثم قال له کن فیکون، باز گفت که شو، یعنی انسان شو، انسان شد. این خلقت الله هست. عیسی علیه السلام هم وقتی که الله متعال خاص خلق بکنه بدون پدر، کن فیکون، یعنی با کلمه الله که امر الله هست، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بنابراین اینجا الله سبحانه و تعالی را علما میگن که چیست؟ لان الخالق هو المخرج للشیء من العدم. علامه ابن ابی العز حنفی رحمه الله میگه که خالق او ذاتی هست که خارج کننده اشیا هست از عدم
الى الوجود، به طرف به وجود، اینا رو پیدا میکنن. لا غیره، کسی دیگری کردن نمیتونه. مثلا اگر یک انسان یک چیز رو میخواد خلق بکنه، یک چیز رو بسازه، یک میز است مثلا، این میز میخوایم جور بکنیم، ما نمیتونیم از عدم جور بکنیم، مجبور بریم چوب پیدا بکنیم، مجبور بریم آهن پیدا بکنیم، میخ پیدا بکنیم، عرق پیدا بکنیم. پس ما و شما چه زحمت میکشیم؟ اما الله سبحانه و تعالی آسمان ها و زمین امر میکنه. چی میشه؟ این خلقت الله هست، ذاتی با عظمت هست که اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. دیگه دوم گفتیم الله سبحانه و تعالی ذات هست که یقدر الاشیاء علی مقتضى حکمته، ذات است که تقدیر میکنه اشیاء را. ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل النهار. الله هست شب اندازش تقدیر میکنه، روز قیامت، عمر ما را، زندگی ما را مثلا بعد از مرگ، زندگی ما را در بطن مادر، تمام اینا را کی است؟ الله که ذات هست که خلق کننده هست و ذات خالق است که تقدیر هم میکنه. لله ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. الله سبحانه و تعالی مالکیت آسمان ها و زمین مربوط از اوست، هر چیزی را که بخواد خلق میکنه. یهب لمن یشاء اناثا، بر یکی دختر تحفه میده، هبه میده، الله وهاب است، بر یکی دختر میده. و یهب لمن یشاء الذکور، بر یکی پسر میده. مثلا یک نفر ازدواج میکنه، یک نفر الله برش خانش طفل پیدا شد، بله چیز طفلکش میگه، یک دختر الله برش نصیب کرد، پس این دختر توفه از جانب الله هست و بر وقت یک کسی دیگه مثلا فرزند برش میده. او یزوجهم ذکرانا و اناثا، یا الله تو خالق است که برش اردو نمیده، بر یکی هم بچه میده، هم دختر برش میده. یک نفر هم بچه داره هم دختر داره. و یجعل من یشاء عقیما، الله سبحانه و تعالی بعضی کسی دیگر عقیم میسازه، هیچ اولاد برش نمیده. این کلش تقدیر کی هست؟ تقدیر الله هست. اگر برای من الله دختر داد، حتما الله سبحانه و تعالی با علم و حکمتش میفهمه که برای من دختر خوب است، بنابراین من از داشتن دختر شکر میکنم. اگر الله برای پسر داد، در تقدیرم هست، از جانب الله هست، شکر میکنم. اگر اردوش دادم، پسر دادم، دختر داد، هم شکر میگیم الحمدلله. و اگر نداد، هم شکر الله را میکنیم. میشه نداشتن اولاد برای بعضیا خوبتر باشه، چون الله برش تقدیر کرده و به خیرش این کار کرده. بناهن تقدیر کننده کی هست؟ الله هست. هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا. الله شما را از خاک خلق کرد، باز اجل هر کسی را چی کرد؟ فیصله کرد. مثلا من مرگم چه وقت است خودم نمیفهمم. علامه بیضاوی رحمه الله چی میگه؟ هو الله الخالق المقدر للاشیاء على مقتضى حکمته. میگه الله او ذات هست که تقدیر کننده است برای اشیا مطابق حکمتش. سوم، الله خالق است، الذي يستحق العباده. پس فهمیدیم که الله خلق کننده ما هست، خلق کننده اولادای ما هست، خلق کننده آسمان زمین است و تمام نعمت را الله بر ما خلق کرده. بلا اما بنده او خالق هستم، شکر گزاری میکنم. باز الله سبحانه و تعالی تقدیر کننده هست، هر چیز برای ما مقدر کرده. سوم چی است؟ الله خالق است، خالق آسمان ها زمین هست، بناهن او مستحق عبادت. ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء. الله خلق کننده تمام مخلوقات است، فعبدوه. بس امی ذاتی که خلق کننده تمامی مخلوقات است، ای باید عبادت شود. اما دیگه مخلوقات را که شما میبینید، او خودش بیچاره یک بسیاری وقتا مخلوق است از یک پشه آسیب میبینه و یک مخلوق است فوت کرده، در رویش سعی کنی به هزارها پشه و مگس استاد میشه. این حاله او مخلوق هیچ چیز کرده نمیتونه. کیست؟ الله سبحانه و تعالی است که خالق آسمان ها، خالق زمین هست، بنابراین او مستحق عبادت است. چهارم، الله خالق است و هو الذی تنسب الى صنعته المخلوقات جمیعا. تمام مخلوقات که هست به صنعت از او. الله خالق کل شیء. متوجه هستن؟ کلش مربوط به کی میشه؟ الله میشه. دکتر عبدالکریم خطیب یک عالم است، نوشته میکنه در کتابش به نام التفسیر القرآنی للقرآن، میگه ان هذا الخالق
هو الذي تنتسب الى صنعته مخلوقات جميع. تمام مخلوقات به صنعت از او چی میشه؟ نسبت میشه که او خالق از اینا هست، اینا را خلق کرده است. پنجم خلاق. مثلا الله سبحانه و تعالی یکی از اسماء الله الحسنی الخلاق، یعنی خالق، خلق کننده، خالق از نو پیدا کننده، خالق ذاتی که تقدیر کرده، خالق که نسبت میشه به او تمام مخلوقات. وقتی میگیم الخلاق دیگه از نامهای الله هست، یعنی این به این معنا هست که الله سبحانه و تعالی یک مخلوق بعد از دیگهش، یک مخلوق بعد از دیگهش، خلقکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها و انزل لكم من الانعام ثمانیه ازواج. این الله متعال انسان ها را خلق کرده، حیوانات از زمان آدم علیه السلام که انسان ها خلق میشه بعد از خلق. سبحان الله، این خلقت مخلوقات است. و اشتمی است که وقتی الخلاق صیغه مبالغه استعمال شد، همیشه متوجه باشین که بسیاری نامهای الله به صیغه مبالغه هست. چی معنی؟ یعنی مبالغه یعنی از نگاه کمی و کیفی، هر قدر از نگاه کمیت و تعداد مخلوقات زیاد است، خالقشان الله هست. و به هر کیفیتی که مخلوقات است، یک مخلوق است مثلا آسمان ها، خالق زیاد هر قدر بزرگ است، خالقش الله است. زمین است، هر قدر بزرگ است، خالقش الله است. ملائکه، مثلا جبریل امین رسول الله صلی الله علیه و آله که چیری اصلی شید میگه پاهاش در زمین بود، سرش در آسمان میخورد، بسیار بزرگ است. و ملائکه بسیار بزرگ هستند، اینقدر بزرگ هستند که ما و شما در مقابلشان مثل یک مرچکک واره هستیم. از این خاطر وقتی که ملک الموت بالای کره زمین مثلا پیشرویش ماندگی هست، در شرقش غربش هر لحظه که بخواید مثل که یک توپ پیش روی یک انسان گذاشته شده باشه. این حال ملک الموت با می بزرگی خود، جبریل امین با همی بزرگی خود، کوها و دریاها با هر کیفیتی که هستند، خالق همه از اینا کی است؟ الله است. الله سبحانه و تعالی ذات با عظمت است. دیگه به این شکل ما و شما در این 8 نقطه باید الله سبحانه و تعالی را بشناسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.